سلام، الهام انبری هستم، روانشناس. اینجا همارامه. بریم سراغ تحلیل روانشناختی قسمت 4 سریال وحشی. چقدر فرق دارین خودتون با عکستون؟ بعد از اینکه داوود چیزی که ازش میترسید واقعیت پیدا کرد، دستگیر شد و بازجویی شروع شد، یه چیزی به بازپرس گفت من هر چی بگم شما باور نمی‌کنی. این همون آسیبیه که بدون اینکه شنیده بشه، قضاوت شده و تنبیه شده بالا اومد. علاوه بر اون یه دفاع می‌بینیم، دفاع عقلانی سازی و منطقی سازی. این دفاع رو داوود برای آروم کردن خودش استفاده میکنه و اینکه نمیخواد مسئولیت مرگ پیرمرد رو بپذیره. کاری نکردی دلیل نداره بترسی. پس اینجوری من هر چی بگم شما باور نمی‌کنین دیگه. و حتی خودش رو قربانی شرایط هم میدونه و پیش خودش میگه که من که کاریش نداشتم، من میخواستم از خودم دفاع کنم، خودش سکته کرد. و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که آدم‌ها به جای اینکه مسئولیت رفتارشون رو بپذیرن، واقعیت رو تحریف میکنن. خب بعدش چی دیگه؟ گرم صحبت بودیم، من خدا دیدم فوت کرد. پسر بچه بدون ترس و قاطع داوود رو شناسایی میکنه و اونو مقصر میدونه. این نشون میده که بچه‌ها تو موقعیت‌های سخت چجوری مجبور میشن به رشد زودرس. همینه؟ آره. مطمئنی؟ نمیخواد از نزدیک ببینیمش؟ و در مقابلش داوود مثل یه بچه گیج و بی‌پناه میره گوشه بازداشتگاه. این جابجایی موقعیت قربانی و عامل قتل خیلی نکته ظریف و قابل تأملیه. اون صحنه بحث داوود و بازپرس وسط راهرو یه چیزایی رو برای ما خیلی روشن‌تر می‌کنه. ما میدونیم که گذشته داوود گذشته خشونت‌آمیزی بوده و خب با این دیالوگ که میگه موقع بچه بودم عقلم نمیرسید زندگی کردن بلد نبودم. شما محل ما رو برو ببین، همه همینجوری بودن. مگه من فقط اینجوری بودم؟ این توجیه رفتار خشونت‌آمیزه و یه پدیده‌ای به اسم همرنگی با جماعت. داوود میخواد رفتار خشنش رو با فرهنگ غالب محلش عادی سازی کنه و مسئولیت رفتارش رو قبول نکنه. و جوابی که بازپرس بهش میده یه ضربه‌ایه به دیوار دفاعی داوود. همه هر جوری باشن تو هم باید همونجوری باشی. آقا مال 20 سال پیش بوده. رفتم تومونش هم دادم دیگه، به خدا از وقتی هم آزاد شدم مثل سگ کار کردم. شما دست منو ببین. نویسنده مدام میخواد بهمون نشون بده که رفتار خشونت‌آمیز داوود مربوط به 20 سال قبله. و این احتمالاً میخواد نشون بده که داوود از نقاب‌هایی استفاده میکنه برای اینکه ترسو و غمگین نباشه و به جاش ترسناک و خطرناک به نظر بیاد. این دست عرض‌الو باشه یا کارگره؟ برو از هر کی میخوای بپرس. ببین توی این مدت من یه جا صدامو بردم بالا، شهر درست کردم. صحنه تحویل وسایل تو زندان، انگار همه صداها برای داوود محو شدن. انگار دنیا ازش جدا شده و یه صدایی فقط ته ذهنش بهش میگه رسیدی ته. لغز شدن برای بازرسی یه جور شکستن کامل حریم شخصیه. شرم و تحقیر برهنگی جلوی بقیه، شکستن هویت و فروپاشی شخصیت. پنجره حصار کشیده شده زندان که هیچ راهی به جایی نداره، اما انگار برای داوود هنوز امید رهایی هست، حتی اگر اون تصویر دور از دسترس به نظر بیاد. تو خودتو اذیت نکن، قشنگ بذار بگذره. فکر نکن. فکر کنی نمیگذره. صحنه بازی ایران، داوود انگار یادش میره کجاست. اون لحظه که پنالتی گرفته میشه، اون حس ملی، شادی جمعی، اینا همه باعث میشه که داوود احساس کنه اینجا هم میشه زندگی کرد. ولی عمر این فکرش چند ثانیه بیشتر نیست و با چاقو خوردن یکی از زندانی‌ها یادش میاد کجاست. اینجا زندانه، نه ورزشگاه. اینجا خشونت مثل سایه همیشه هست. داوود در ظاهر میخواد شبیه لات‌هایی باشه که ارزش اصلیشون وفاداری و رازداریه و میگه من خبرچین نیستم. اما تو لایه‌های عمق روانش میخواد خودش رو نجات بده.
و وقتی که رئیس بهش میگه که اگه نگه کیه نمیذارم نامه بنویسی، اولویت و نجات خودش میدونه و اونو لو میده. انگار روی یکی دیگه از ارزش‌هاش پا میذاره. داوود خیلی وقت شروع کرده به کشتن خودش. من خبرچین نیستم. نیومده حرف یاد گرفتی؟ بس من نامه‌مو بنویسم برم. من خودم گفتم بشین نامتو بنویس. بگو کی زده، نامتو زود بفرستم بره. تغییر جایگاه داوود رو بعد از لو دادن کمال تو بند به خوبی میتونیم ببینیم. این نشون میده انتخاب‌هایی که آدم‌ها میکنن حتی اگه از سر ترس و فشار و امید به نجات باشه، باز هم پیامد اجتماعیش میتونه سنگین‌تر از پیامد قضاییش باشه. جای چاقوی زیادی داشت تو صورتش. کمال؟ عکس ببینی میشناسی؟ کمال بود، همون کمال بود. وکیل داوود یه خانم مضطرب به نظر میاد که احساس عدم کفایت میکنه. اما وقتی که قصه میره جلو متوجه این میشیم که فقط دلیل حال بدش اضطرابش نیست. اون وقتی که به داوود نگاه میکنه یاد عزیزی میفته که از دستش داده. راستش شما خیلی شبیه عزیزی هستین که من از دستش دادم. اون انتقال هیجانی که بین این دو نفر ایجاد میشه یعنی احتمالاً وکیل داوود رو ناخودآگاه بذاره جای عزیزی که از دستش داده و تلاشش برای نجات داوود تبدیل بشه به تلاشی برای ترمیم غم حل نشده خودش. شما اسمتون چیه؟ جهانجانی. سکانس آخر گریز از خشونت با خشونته. تصمیم رفتن به انفرادی میتونه نمادین هم باشه. انفرادی نمادی از تنبیه، ولی برای داوود تنها راه نجاته. این تضاد یه تضاد درونی شخصیت داوود رو هم نشون میده. آدمی که هم دنبال نجاته، هم همیشه گرفتار مجازات.